زلمه 3 سال باز معتاد مواد مخدر است. شب و روز را روی جاده ها و یا ویرانه های قلعه فریدون مرکزی ولایت فرح سپری می کند. می گوید که پلیس را مجبوراً به کارهای گوناگون جلب می کند اما در عوض پول هم نمی دهد. دولت میاد 4 تا 5 تا جوان میگیره میزنه گرد مردم سیمونو زیر لغتا زیر کندغا مین تا شم کار مینو شم هم پس یادم اینو میگو برو هر غلطی که نمینی بکن. ویرانه های قلعه فریدون در مرکز شهر فرح یکی از مرکزهای اصلی تجمع نشمندان است. در اینجا معتادان آواره‌گرد و بیخانمان زندگی می کنند. محمد هاشمی 36 ساله یکی از آنهاست. 5 فرزند دارد ولی ماهاست به خانه نرفته است و از حالی آنها هم خبری ندارد. میگیره سر کار میبره دور سرس خیلی کار میکنه هیچ نمیدونه پول میدونه مثل غذا همینجا میدونه چی میده بزرگ. با گفته گروه از این معتادان ماموران پلیس آنها را اکثرا در داخل بیناهای نظامی و دور از چشم مردم مجبوران کار میفرمایند. مسئولین بعضی ادعاهای معتادان را تایید میکنند. معتادین مواد مخدر و یا افراد کارگر توسط پلیس یا جنایی یا بخشای دیگه یا اردو به کار برده میشه و به اونا مزد هم داده نمیشه. ما صراحت در قوانین افغانستان بخصوص قانون کار داریم که افراد مطابق کاری که انجام میده باید مزد دریافت بکنه. اما فرماندهان پلیس فرح میگویند ادعاهای نشمندان بی اساس است. معتادین مواد مخدر ادعا کردند که گویا پلیس آنها را به زور به پست ها برده و بالایشان کار میکند. ما این ادعا را کاملا رد میکنیم. در ولایت فرح در غرب افغانستان که 1 میلیون اهالی دارد حدود 50,000 معتاد به سر میبرند. پلیس میگوید امسال 700 نفری آنها را به مرکزهای معالجه برد. اما هنوز هم صدها نشمند روزهای سرد زمستان را در خرابه های شهر فرح سپری میکنند و هر روز با بدرفتاری روبرو میشوند.